شرکت فرازمهر اصفهان در سال 1369 با هدف رفع نیاز کشور به واردات تجهیزات دندانپزشکی تأسیس و با نام تجاری فرازدنتین وارد بازار شد. این شرکت در حال حاضر با اشتغال بیش از 60 نفر به صورت مستقیم و 500 نفر به صورت غیر مستقیم به عنوان یک شرکت خصوصی پیشرو در حوزه تجهیزات دندانپزشکی مشغول به فعالیت و در طول بیش از 3 دهه فعالیت تونسته با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و با اتکا به دانش نیروهای مجرب در مسیر تأمین یونیت‌های دندانپزشکی همگام با فناوری‌های نوین این صنعت گام بردارید. یونیت‌های دندانپزشکی این شرکت با نام تجاری فرازدنتین با امکانات متنوع و مطابق با آخرین استانداردهای بین‌المللی و داخلی با محصولات مشابه اروپایی رقابت می‌کنه. امکان شخصی سازی یونیت‌ها بر اساس شرایط فضا و نیاز مطب‌های دندانپزشکی، همچنین قیمت تمام شده مناسب اونها محصولات این شرکت رو نسبت به دیگر رقبا متمایز کرده. بی‌نیازی کشور از واردات، رفع دغدغه پزشکان ایرانی در تأمین تجهیزات و قطعات یدکی یونیت‌ها و ارائه بهترین خدمات پس از فروش از مهمترین دغدغه‌هایی که شرکت فرازمهر فراتر از انگیزه‌های اقتصادی اونها رو پیگیری می‌کنه. از این رو فرازمهر متعهده که بعد از فروش یونیت‌های دندانپزشکی تا 2 سال محصولات خودش رو ضمانت کنه و به مشتریان در همه نقاط کشور خدمت رسانی کنه. این پشتیبانی شامل نصب، طراحی چیدمان، تعمیر و تأمین قطعات آسیب دیده محصولات میشه. یونیت‌های فرازدنتین علاوه بر دارا بودن استاندارد ملی ایران و نشان سیب سلامت، موفق به اخذ گواهینامه ایزو 9001 و استاندارد ایزو 13485 از کشور آلمان شده که کیفیت خدمات و تولیداتش رو تصدیق میکنه. ارائه خدمات کامل در سریع‌ترین زمان از مهمترین اهداف فرازدنتین و همواره در حال بهبود و بروزرسانی مستمر کیفیت محصولات و خدمات. فرازدنتین، شرکت فرازمهر اصفهان.